آقای مهدی، همونی که سرکرده هستی و فرار کردی الان، عکستو دارم، همه چیتو دارم، ولی اگه عکستو بذارم مردم میان دنبالت. بهتره که خودت بیا خودتو معرفی بکنی و اشتباهتو بپذیری. به من مسیج دادی 3 روز وقت دادی، مگه نداده بودی؟ بعد 12 ساعت گرفتم دیگه. الانم بیا خودتو قشنگ مثل بچه آدم تحویل بده، مراحل قانونی تو بمیتایی بشه، چون وگرنه قانون جنگله جگرتون من دارم. آره من که این پرونده رو ول نمی کنم تا تو رو نگیرم. الان فقط میخوام ببینم چه مدل قلبی در اون سینه تو بود. ای نامرد، دلم نمیخواد دست بهت بزنم چون خدا پرستم، تو بنده خدایی. فقط میخوام ببینم چرا این کارو با این پیرمرد کردی. خودتو بیا معرفی کن. عکستو میذارم حضرت عباسی خیلی بد میشه برات.